به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، عید سعید فطر برای هر یک از شما مبارک باشد. واقعا ببینید امروز همه چهره ایدانه دارند، همه خرسند هستند و همه در میدان فوتبال جمع آمدند تا که عید سعید فطر را جشن گیرند. من همه شما را تبریک میکنم صمیمانه و از خود جریان عید برایتان نوار میگیریم و شما را آشنا میسازیم چگونه در اروپا عید را جشن میگیرند. با ما باشد. الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. هر سال عید سعید فطر با شکوه و شهامت جشن گرفته می شود. اینجا یکی از دولت‌های اروپایی است که اقلیتش مسلمان است. اما عید سعید فطر را با تنتنه انتظار می شوند و جشن می گیرند. در عید هم مسلمان ها و هم غیر آن حضور دارند و همه خرسندی دارند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Alla muslimer glada idag. Det är Eid Mubarak för alla muslimer, för alla barn som springer här runt. Och de är glada. Och vi har gjort goda saker under Ramadan. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att acceptera våra goda saker som vi har gjort. Inshallah azza wa jal. Och grattis för alla muslimer i hela världen. مردم این منطقه از صبح صادق آمادگی به جشن گرفته تکبیرگویان شهروندان را به میدان فوتبال دعوت نمودند. عید سعید فطر با تکبیر عیدانه آغاز می شود و بعد از آن نماز عید می گذارند و سپس خطبه عیدانه برای مردم. خرد و کلان، بای و کمبغل همه برابر و با تبسم و دوستداری برای تبریک یکدیگر برآمدند. الله اکبر، 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 الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من
تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. دوستان عزیز، آنها این گونه در دولت‌های اروپایی عید سعید فیتر را جشن می‌گیرند. ببینید که حتی کلانسالان مثل کودکان خود را نورس یا کودک اسم می‌کنند و این احساسات را تنها با چشم دیده می‌شود. و واقعاً عید سعید فیتر در تمام عالم، در تمام گوشه و کنار عالم این گونه زیبا و خوش گذرانده می‌شود. تماشابینان عزیز، با ما باشید و ما البته از جریان این عید برای شما نوار پیشنهاد میکنیم. الحمدلله و شکر لله، الحمدلله و شکر لله. Alhamdulillah, kära bröder, idag är en stor dag för muslimerna hela världen. Idag är Eid al-Fitr. MashaAllah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allah säger i Koranen att ni slutar och litukabbilullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Så att ni dyrkar Allah, ni slutar Ramadan och goda gärningen. Så vi är jättenöjda, alhamdulillah, jätteglada. Vi hoppas att inshallah hela världen, muslimerna, inshallah blir glada. Och de som har svårighet, Allah underlättar dem inshallah. Salam alaikum. امروز روزی فراموش نشدنی است. رمضان رفت و عید آمد. از رفتن رمضان همه غمگین هستند و از آمدن عید خیلی و خیلی خرسند. علاوه خصوص برای کودکان ما، چون بعد خطبه عیدانه از جانب مسجد برایشان بازی ها تشکیل کرده شد. این خرسندی ها حد و کنار ندارد. عید سعید فیتر برای همه شما مبارک باشد.